سلام دوستان، به کانال من خوش اومدین. امروز میخوام با هم بریم یه نون سنتی مشهدی به نام روغن جوشی رو بپزیم. البته با 2-3 تا تغییر کوچیک که در طی پخت بهتون میگم. نصفی پیمانه آب ولرم، نصف پیمانه شیر ولرم، 1 قاشق غذاخوری خمیر مایه، 1 قاشق غذاخوری شکر و بسته به ذائقه خودتون نمک. من از 1/2 قاشق چایخوری نمک استفاده کردم. اینا رو با هم مخلوط میکنم. 2.5 پیمانه آرد بهش اضافه میکنم. یکی از تغییرات اینه که در روغن جوشی سنتی مشهدی فقط از آب استفاده میکنن برای خمیر گرفتن، اما من از شیر هم استفاده کردم. اینم نصفی پیمانه آردمون. یه مقداری آرد رو با لیسک مخلوط میکنم. بعد اونو روی سطح صاف با دست ورز میدم. بهترینه که خمیر رو حدود 10 دقیقه ورز بدیم. میتونین از یک مقدار آرد هم استفاده کنین تا خوب ورز بخوره. خمیر اینقدر باید ورز بخوره که به دست نچسبه. تغییر دومی که دادم، من زردچوبه نزدم داخل خمیر. به طریقه سنتی معمولاً زردچوبه میزدن داخل خمیر. حالا خمیر رو توی ظرف چرب شده میذارم برای 1 ساعت تا استراحت بکنه. برای روغن جوشی از خمیر نانوایی هم میتونین استفاده کنین، به شرط اینکه حتما بذارین خمیر 1 ساعت به عمل بیاد. بعد از گذشته 1 ساعت و ربع خمیرمون کاملا به عمل اومده. روی اونو باز کرده و ببینین چه پفی داره. یه مقداری پف خمیر رو میگیرم و بعد خمیر رو به چند قسمت تقسیم میکنم. برای درست کردن روغن جوشی سایز مشخصی نداره، کوچیک یا بزرگ، به هر اندازه که دوست دارین، حتی به اندازه تابتون میتونین درست کنین. خمیر رو برش زدم، به شکل زوالای کوچیک در میارم و بعد یکی یکی اونها رو باز کرده میتونین به شکل بیضی یا به شکل دایره در بیارین نانهای روغن جوشی رو. ضخامت اون هم تقریباً به اندازه 1 تا 2 میل هست. تغییر سوم اینه که من روی اونو برش زدم برای اینکه قشنگتر بشه، اما به طریقه سنتی اون ساده است. حالا یکی یکی توی روغن اونها رو تف میدم. قبل از اینکه خمیر رو داخل روغن بذاریم، روغن باید داغ باشه و زمانی که روغن داغ شد حرارت رو کم کنی. اگر حرارت زیاد باشه 2 طرف نان خیلی سریع میسوزه، اما وسط اون خمیر و خام میمونه. همینطور که گفتم برای پخت روغن جوشی از خمیر نانوایی هم میتونین استفاده کنین. خمیر رو توی ظرف بذارین، روش رو بپوشونین برای 1 ساعت تا کاملا پف کنه و به عمل بیاد. مناسبت پخت روغن جوشی در مشهد خیرات برای اموات و درگذشتگانه، اما میتونه برای صبحانه و عصرانه هم بسیار خوب و مناسب باشه. در حین پخت چند بار نان رو زیر و رو کنین تا خوش رنگ و خوب بشه. بعد از اینکه تمام نانها پخت، روی اونها یه مقدار کمی شکر پاشیده میشه و میتونین با پودر پسته اونها رو تزیین کنین. دوستان جاتون خالی و خدا نگهدارتون.